دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، مانی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله، الله اکبر الله، الله اکبر الله، الله اکبر الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومید تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور
قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت میکنم، آنی طلب کن آنچه میخواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومی تو از رحمت، تو توبه دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. بسم الله الرحمن الرحیم. از بنیاد باران رحمت یک جهان سپاس تشکری میکنیم که کتی از یتیمای مردم قریه بدخواه کمک کرد. خداوند خیرش بده، خداوند در سنیش. هر کسی که در این را خدمت کرده خداوند در ترازوی میزانش کمک کنه، خداوند کتش خیر به عوض از این خداوند در دنیا و آخرت برش عطا بفرما. خداوند خیرشان بده که دستی از یتیما را که از یتیما کمک میکنه خداوند خیرش بده، خصوصا حاجی صاحب که کمک کرده که یتیما. الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. دوستان عزیز، قسمی که شما میبینین ما لله الحمد در بخش سوم توزیع کالا به خاطر یتام قرار داریم. لله الحمد ما تقریبا 38 یتیم در قریب بدخاکی را کالا را من حیث تحفه هدیه از طریق بنیاد خیری باران رحمت برای یتیم ها توزیع کردیم. جا دارد از کسایی که زحمت کشیدن اینا را سروی کردن سپاسگزاری کنیم. برادر عزیز ما مصباح جان، یحیی جان، دکتر صاحب مصطفی، دکتر صاحب نبی و مسعود جان، تمام دوستایی که فعلا نامشان به یادم نیست، جهان سپاس از همگیشان. و جا دارد از خواهر عزیز ما که از شهر فرانکفورت آلمان به 38 یتیم کالا را در نظر گرفته بود به نام لیلا جان، سپاس بیکران از پیششان کنیم که الله متعال مزد مزید برشان نصیب کنه که کمک کرده بودن. جهان سپاس از همه‌تان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.